برای درست کردن این سینی، کف سینی رو طبق آموزشی که توی شکلات خوری برای بافت شکلات خوری و همچنین طرح گلا طبق اون انجام میدین که من آموزش اون رو توی دیسکریپشن همین آموزش قرار میدم و کف سینی رو کامل بافت میکنیم و انتهای کارمون رو به این صورت که گفت توی شکلات خوری آموزش دادم شروع به کم کردن پنگاشت هایی که توی وسط هستشون میکنیم تا بافتمون جمع بشه. کف سینیمون من 38 سانت درست کردم. کف این سینی رو برای مشخص کردن جای دسته ها میایم دور کارمون رو کلن از اونجایی که کارمون تموم شده شروع میکنیم به اندازه گیری و به این صورت اون رو اندازه میگیریم کامل دور کارمون رو تا اونجایی که کارمون به این صورت شروع میکنیم به اندازه گیری و تا انتهای کارمون که اون 116 سانت هستش دور سینیمون. 116 رو تقسیم بر 2 میکنیم برای مشخص کردن جای دو تا دسته ها. یکی همین جایی هستش که بافتمون تموم شده و من برای این کار برای اون جای دسته 8 سانت مشخص کردم. جایی که دسته ها 8 سانت مشخص میکنم با خودکار علامت میزنیم و دوباره میایم اندازه میگیریم تا به 58 سانت برسیم. به این صورت این جایی هستش که ما با خودکار 58 سانت رو مشخص کردیم و به این صورت 4 سانت این طرفش و 4 سانت هم این طرف مشخص میکنیم. این نقطه و این نقطه رو با خودکار علامت زدیم به این صورت مشخص میکنیم برای جای دستمون، دسته سینی. بعد از اینکه جای دسته ها رو مشخص کردیم کلا قسمت دسته رو کانوا دوخت میکنیم مثل این. برای این کار اون قسمتی رو، اون حدی رو که مشخص کردیم برای دسته با کانوا شروع به دوخت میکنیم. روی کار قبلیمون به این صورت شروع به دوخت میکنیم. آبی که دوخت کردیم بعدش
قرمز دوخت میکنیم. کل این قسمت رو تا اینجا که مشخص کردیم آبی، قرمز، زرد، قرمز دوخت میکنیم مثل اینجا که میشه قرمز، زرد، آبی. به این صورت دو طرف دست هم رو با کانوایی که توی کار استفاده کردیم دوخت میکنیم. برای درست کردن دیواره سینیمون یک دست پنگاشت که از قبل خیس کردیم رو برمی داریم و برای قسمت لبه دیواره از کانوا استفاده میکنیم. به این صورت کانوا رو دو دور سه دور میپیچونیم دور پنگاشت ها و برای درست کردن دیوار قسمت تمیز کارمون رو به بیرون هستش و قسمت کثیف کار رو به خودمون هست. برای درست کردن دیواره اون قسمتی که دوخته کفمون تموم شده و دسته رو دوخت کردیم شروع به دوخت دیواره میکنیم. اون دسته پنگاشت رو که کانوا دورش کردیم به این صورت روی لبه انتهایی کفمون قرار میدیم و با کانوا به این صورت میزنیم و این قسمت رو در میاریم و با کانوا شروع به دوخت میکنیم. این صورت پنگاشتا روی این لبه دیواره دوخت بشه. با کانوا 4 یا 5 دور دوخت میکنیم و کانوا رو برمیداریم و با پیش دوخت میکنیم. به این صورت شروع به دوخت دیواره میکنیم.
به این صورت کل دیواره رو کار میکنیم. به این صورت کل دیواره رو کار میکنیم تا لبه دسته بعدی. پیشای این لبه رو به این صورت دوخت کردیم تا 1 سانت مونده به آخر. این 1 سانت رو با رنگ کاموا که من آبی هستش برای لبه دسته دوخت کردم و برای ادامه کار این پنگاشت های وسط رو فعلا نمیچینیم و آخر سر که کارمون تموم شد اون رو میچینیمش. برای ادامه لبه دیواره این پنگاشت ها رو به این صورت قرار میدیم و چون مقدارش کم هستش 1 سری دیگه پنگاشت که از قبل خیس کردیم رو به این صورت کنار پنگاشت های قبلی قرار میدیم و باز میخوایم لبه دسته رو دوخت کنیم با کاموا. برای این از کاموا استفاده میکنیم برای این کار. به این صورت از این قطعه میزنیم و به این صورت شروع به دوخت لبه میکنیم به اندازه 1 سانت که دوخت بشه. کاموای زرد که دوخت کردیم بعد با پیشا شروع به ادامه کار میکنیم تا قسمت انتهایی کارمون که دوباره به اندازه 1 سانت با رنگ کاموا دوخت میکنیم و اینجا لبه دیواره اول تمومه. برای شروع دیواره دوم این پنگاشتای وسط رو باز نمیچینیم و به این صورت از این قسمت میریم به روی لبه دیواره اول و به این صورت دوباره با کاموا شروع به دوخت میکنیم. لبه دیواره دوم که با کاموا دوخت کردیم و بقیه کار رو با پیش کار میکنیم تا انتهای کارمون که این قسمت هستش. بعد از اینکه به این صورت دیواره ردیف دوم رو دوخت کردیم به این صورت به کارمون ادامه میدیم و همونطور که گفتید پنگاشت ها رو نمیچینیم و برای ردیف بعد استفاده میکنیم. به این صورت این قسمت 3 ردیف شده دیواره و الان ما میخواییم جای دسته ها رو درست کنیم. این پنگاشت هایی که اینجا وسط جا مونده رو یکم با آب خیس میکنیم. با آب خیس میکنیم و اضافه های این رو
میچینیم که بتونیم دیواره رو درست کنیم به این صورت. به این صورت پنگشتایی که وسط بوده رو میچینیم، هر دو طرفش رو به این صورت پنگشتایی که وسط هست رو میچینیم و الان این قسمتیش که پیدا هست رو میخوایم لخت کنیم. به این صورت شروع به دوخت این لبه ها میکنیم که این قسمت ها پوشیده بشه. کل اینها هر کدوم با رنگ خودش دوخت میکنیم، هم این قسمت هم این قسمت ها رو دوخت میکنیم. به این صورت لبه های دسته رو با کانوا دوخت میکنیم، لبه های دو طرف، و به بافتمون با پیش ادامه میدیم. به این صورت ادامه میدیم تا اینجا لبه این دسته. اون که به این صورت دوخت کردیم به این لبه رسیدیم، مثل این ردیف کامبو کامبو دوخت میکنیم و الان میخوایم لبه بالایی سینیمون رو دوخت کنیم. برای این کار کامبو رو به این صورت دور کارمون میچرخونیم.
به این قسمت که رسیدیم دوباره شروع به دوخت توی کار میکنیم. این دوخت رو ادامه میدیم تا این قسمت و بقیه کار رو پیشکار میکنیم تا به اینجا برسیم. این دسته که به این صورت دوخته شد پیشا رو ادامه میدیم تا برسیم به ابتدای دسته بعدی، اون هم با کانوا دوخت میکنیم. این دسته هم مثل دسته قبل دوخت میکنیم و به کارمون ادامه میدیم. این ردیف انتهایی کار هستش که کلا این ردیف رو با کانوا دوخت میکنیم به این صورت که هر 2 سانتی یک رنگی رو دوخت میکنیم. ردیف انتهایی کارمون رو هر 2 سانت با یک رنگ دوخت کردیم به این صورت و قسمت دسته رو 2 ردیف کار کنیم برای استحکام کارمون هستش و دوباره به دوختمون به این صورت ادامه میدیم تا قسمت انتهایی کار که همونطور که توی شکلات خوری توضیح دادیم پنگاشت های وسط رو کم کم میکنیم تا آخر 3 تا دونه بمونه و کارمون رو